در هلمند ما خاص کجکی کلای است که در اوج هم ما پروژه اصلاحاتی را شروع کردیم که 143 میلیون افغانی بر از اونو هزینه داره و کار عملا جریان داره، امکان داره که انشاءالله در اواخر او را هم افتتاح کنیم. در کابل هم قسمی که رئیس تذکر دادن ما 41 لین اضافه بار موجود بود. در 41 لین اضافه بار شناسایی کردیم که 17 لین اضافه بار اگر ما 17 لین جدید اگر ما بسازیم این 41 لین اضافه بار از بین میره. با اینمی پروگرام امسال ما 5 لین را ایجاد کردیم که با ایجاد از 5 لین ما 12 لین خود از اضافه باری کشیدیم. این به این معنا که به هزاران مشترک ما که در شهر کابل از قطع برق، وصل برق و به جای بعضی اوقات قطع شدن برق و اضافه باری لینا شاکی بودن و مشکلات داشتن، این را هم برشان حل کردیم و تعهد میسپاریم که لینای دیگر هم در سال آینده مد نظر بگیریم و نظر در پلان آینده خود گرفتیم. ان شاء الله تعالی او هم بر سال آینده تکمیل خواهد شد و ترمیم خواهد شد. در ولسوالی سنگین سارور قلعه هم پروژه اصلاحاتی را مد نظر گرفتیم که در این پروژه اصلاحاتی تقریبا 137 میلیون افغانی در اینجا به مصرف رساندیم و کوشش ما به این است که برق مطمئن و دوامدار برای مردم داده شود. ما ضایعات بیشتر را در سنگین، کجکی و سارور قلعه در اینجا داریم و ما کوشش ما به این است که پول مصرف میکنیم تا ما ضایعات خود به حد اقل برسانیم.